ستونان خیلی خوش اومدین به چنل فیلم سورس. امروز اومدم 10 تا از بهترین فیلم های سال 2021 رو بهتون معرفی کنم که اینقدر خفنن مختون سود میکشه. حتما چنل رو سابسکرایب کنید، به من انرژی بدید تا براتون ویدیوهای خفن‌تری آماده کنم. بریم سراغ معرفی 10 تا فیلم امروز. شماره 1، محافظ همسر هیتمن. این فیلم رو ببین، تو ژانر اکشن و کمدی واقعا خفنه. شماره 2، بی‌نهایت. این فیلم برخلاف هرچی فیلم تخیلی که هست، واقعا خیلی خفنه و واقعا ارزش چندین بار دیدنو داره. شماره 3، بدون پشیمانی. این فیلمم تو ژانر خودش جز برترین فیلمای هیجان انگیزه و حتما باید ببینیش. شماره 4، رتبه رئیس. این فیلمم ببین، بیا نظرتو برام تو کامنت ها بگو. شماره 5، هیچکس. جز بهترین فیلمای سال 2021 هست، حتما ببینش. شماره 6، خشم مردانه. این فیلم با بازی بسیار زیبای جیسون استاتهام جزو یکی از بهترین شاهکارهای دنیای سینمایی شده، برخلاف اینکه جدیداً فقط فیلمای مزخرف بازی کرده. شماره 7، مورتال کامبت. خب قطعاً همتون مورتال کامبت رو بازی کردین و میدونین چه بازی خفنیه، مخصوصاً وقتی فینیشرهاشو بلد باشید. برید حالا فیلمشو ببینید، لذت ببرید، ناموس واری. شماره 8، لیگ عدالت زک. داستان لیگ عدالت زک اسنایدر اینه که بتمن و زن شگفت‌انگیز یه تیم از قهرمان‌ها مثل فلش، آکوامن و سایبورگ رو جمع می‌کنن تا جلوی یه دشمن قدرتمند به اسم اوستپولف رو بگیرن. این نسخه حسابی پرجزئیات، صحنه‌های جذاب و حماسی بیشتری داره و به شخصیت‌ها عمق بیشتری داده. یه فیلم کاملاً اکشن و جذاب که حس می‌کنی واقعاً داری یه کامیک زنده رو می‌بینی. شماره 1، موده به آخر، گودزیلا و کنگ. گادزیلا ورس کانگ یک فیلم حماسی از ژانر اکشن و علمی تخیلیه که دو غول افسانه‌ای، گودزیلا و کینگ کونگ، رو در برابر هم قرار میده. در این فیلم انسان‌ها تلاش میکنن این دو موجود قدرتمند رو کنترل کنن، اما نبرد اونها به یک رویارویی بی‌سابقه تبدیل میشه که سرنوشت جهان رو تهدید میکنه. با جلوه‌های ویژه شگفت‌انگیز و صحنه‌های اکشن فوق‌العاده، این فیلم تماشاگر رو به دنیایی پرهیجان و پرتنش میبره.
فیلم آخر، جاده یخی، The Ice Road، یک فیلم اکشن و هیجان انگیزه که داستان راننده‌ای رو روایت میکنه که باید محمولهای حیاتی رو از طریق جاده‌های یخزده در شرایط خطرناک و غیرقابل پیشبینی به مقصد برسونه. اما این مأموریت ساده نیست، چون تهدیدات طبیعی و انسانی در کمینش هستند. با صحنه‌های پرتنش و تلاش برای بقا، این فیلم جذابیت خاصی داره که نمیشه ازش چشم برداشت. این فیلم‌ها رو ببین، بیا منو دعا کن ناموسا، و در آخر حتما چنل رو ساب کنید، ویدیو رو لایک کنید و هر کاری میخواد بکنید و به من انرژی بدید. دمتون گرم. بدرود.